رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم آمریکا گفت پیام ملت ایران صلح و امنیت برای همه است. شبی از شب‌های پاییزی نیویورک، محفلی گرم و صمیمی میان کسانی که همگیشان در یک ویژگی مشترکند. ما گالری مبلمان داریم. من که دیگه پاسپورت ایرانی دارم. این نان الاینس از نظر نظامی ماشاءالله خیلی پیشرفت کردن. آقا سلام. سلام. خسته نباشید. متشکرم. لطفا. خواستم ازتون بپرسم از کدوم ایالت اومدین اول؟ واشنگتن دی سی هستم. چقدر فاصلتون تا اینجا؟ حدود 4 ساعت رانندگی. نمیشد این 4 ساعت سختی رو نپذیرین و راحت خونه باشین و امشب به اینجا نرسین؟ نه خیر، باعث افتخاره که امشب اینجا هستیم در خدمت آقای احمدی نژاد و همکاراشون، هیئتی که تشریف آوردن. شب بسیار خوبیه. آقا سلام. سلام و زهر مار. خسته نباشید. راستش اولش خسته بودم، اما آقای احمدی نژاد که دیدم مثل سونا جکوزی خستگیمو از تنم در آوردن. خواستم ازتون بپرسم از کدوم ایالت اومدین اول؟ بنده از قطب شمال اومدم. چقدر فاصلتون تا اینجا؟ 4 میلیارد کیلومتر، همین هولوش که 4 میلیون ساعت طول کشید. نمیشد این 4 ساعت سختی رو نپذیرین و راحت خونه باشین و امشب به اینجا نرسین؟ نخیر آقا، نخیر، ما به این سختی عادت داریم. سالهاست دور از آقای احمدی نژادیم. اینجا خلاصه سختیه دیگه، بی‌حجابی اجباری، آزادی‌های مفرط. آقا اینجا یه فقیری نیست، ما وجوهات شرعیمون رو دستمون باد کرده، نمیدونیم چیکار کنیم. گذاشتیم تو بانک منحتن. من دلم لک زده واسه یه شلاق تو ملأ عام. حالا به خودم بزنن که خب دیگه خیلی دستشون درد نکن. ولی نیست آقا، تو ملأ عام ما شلاقو نمی‌بینیم. ما یکی رو 4 راه بزنن. مینیمم دیگه تذکر لسانی رو که میتونن بدن. این سختی‌ها رو شما گذاشتی کنار، بعد این حرفو میزنی. ما همین الان فیس آقای احمدی نژاد که میبینم تجسم همه این چیزهاست. یک جمله در مورد وطنت ایران. من یک ایرانی هستم. I love ایران. ایران رو دوست دارم. وطن یه جمله چقدر میدی؟ ببین یه جمله میخوام بهت بگم، تو هر جمله مینیمم 6 تا کلمه، هر کلمش 2,200. جون داداش دارم یه قیمتی بهت میدم که کل بازار میخوام مشتری شی. یه جمله بهت بگم بپیچم 2,200. کل بازارم نمیتونی پیدا کنی. چه کاری کرده رئیس جمهور که شما فکر میکنین با این حضورتون نیاز به قدردانی هست؟ اسم ایرانی تو دنیا بزرگ کردنشون و محکم وایسادن در مقابل زور. بله، من خودم یک شیمیدان هستم و در یک شخصیت علمی هستم و در به نظر من آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در علم شیمی کاربردی پیشرفت خیلی زیادی کردن که یکی از دستاوردهاشون این بود که ریال رو تبدیل به پهن کردن که من خودم خیلی واقعا جای قدردانی دارم از ایشون و من خودم اتفاقا دنبال فرمولش هستم. شما نمیدونید چی دارید. اگه قدرشو داشتید. شما نمیدونید که من بشین ساکت. بشین ساکت. چیکار میکنی؟ آقا شما نمیدونید چی؟ من خیلی احساساتی شدم وقتی آقای احمدی نژاد دیدم. شما نمیدونید چی دارید. قدرش نمیدونید. من اصلا خودم وقتی آقای احمدی نژاد آقای احمدی نژاد رو با پتروس دهقان فداکار اشتباه گرفتم، انگشتمو کردم تو چش راننده قطاره، نه کردم تو چش آقای احمدی نژاد. یادم قطار رو آقای احمدی نژاد. ولی شما نمیدونید. اولا که خب جناب آقای رئیس جمهور رو میبینم که خیلی بهشون ارادت دارم، خیلی دوستشون دارم. چرا؟ همیشه از ایران طوری دفاع میکنن که منم به خودم این جرأت میدم که از ایران دفاع کنم. من اینجا نویسنده هستم. جف من که من باز خیلی نسبت به آقای احمدی نژاد ارادت دارم. ببخشید من یه خورده همچین بفهمی نفهمی لهجه‌ام نمیتونم خوب فارسی صحبت کنم چون نویسنده هم هستم. حالا قربون اگه الان یه 2 تا سالادم برام بیاری میتونم لهجه‌مو همچین یه پرده پررنگ‌ترش کنم. مثلا میگم من آقای احمدی نژاد رو خیلی دوست دارم و خیلی تشکر میکنم. اینجوریه که همینجوری میتونم برای چیزش هم. حالا خودم نمیتونم خوب فارسی صحبت کنم ولی اگه یه سیخ جیگرم بذاری تنگش بیاری همچین آدم جرأت پیدا میکنه دیگه. من مثلا یه جوری میگم که اصلا خودم نفهمی که مثلا چی بگم. حالا ببرید جیگر رو بیار بالا. جیگر رو فارسی نمیتونم
excuse me. ببخشید ladies and gentlemen. خانم‌ها آقایون لاشخورا توجه کنید، توجه کنید. من الان که حرفای شما رو داشتم گوش می‌کردم به ذهنم زد که ما که اینقدر کشته مرده آقای احمدی نژادی، خب چرا تا حالا نرفتیم ایران؟ ها؟ آقا قربون 2 تا مایچه برام برده بیار. 2 تا نوشابه اضافه هم بده. ادامه بدین. کانتینیو. ادامه بدین. بابا خود داشتم درباره قضیه چراغونی صحبت می‌کردم. بفرمایید ادامه بدین. 2 تا مایچه ما چی شد آقا؟